این دستگاهی که می‌بینین جی پی ایکس 5000 یکی از محصولات اسطوره شرکت مایندلب استرالیا است. این دستگاه از سال 2007 تا 2012 تو خود استرالیا و از 2012 تا الان داره توی مالزی تولید میشه. حالا بریم برای معرفی قطعات این دستگاه. این یونیت اصلی دستگاهه. 3 تا لوپ با سایزهای مختلف داره این دستگاه. لوپ 11 دابل، لوپ بیزی مونو و لوپ 45 دابل. این باتری لیتیومی دستگاهه که وزن خیلی کمی داره. کابل رابط، دسته نگهدارنده، کابل شارژر و هدفون این دستگاه. دقت بکنید که پک استاندارد این سیستم فقط لوپ 11 و 16 اینچ رو داره، ولی شما برای افزایش عمر خودتون میتونید از لوپ 45 و بزرگتر استفاده بکنید. حالا بریم چند تا فیلم تست این دستگاه رو با هم دیگه ببینیم. دوستانی که میخوان این دستگاه رو تهیه بکنن میتونن ثبت سفارش کنن و این دستگاه رو یک روزه به ضمانت اصلی و اورجینال به همراه آموزش کامل از همون تحویل بگیرن.